خب خیلی خوشحالم از اینکه در این جلسه هستم و استفاده هم کردم از سخنرانی‌های پیشین. موضوع عرایض بنده راجع به تکنولوژی‌های بیقرار هست که امروز هم در دنیا بحثش داغ شده و یک تأمل انتقادی راجع به تکنولوژی هم ایجاد کرده. من با تأملات فلسفه تکنولوژی بحثم رو پیش میبرم و اول توضیح میدم راجع به اینکه فلسفه تکنولوژی چیست و بعد به دربردارنده های فلسفه تکنولوژی از حیث سلامت و درمان و احوالات وجودی و اینا میپردازم. ببینید دو تا رویکرد در فلسفه تکنولوژی وجود داشته، دو روی آورد تکنولوژی وجود داشته. روی آورد اول بهش میگن جبرانگاری تکنولوژیک. جبرانگاری تکنولوژیک یعنی این که این تکنولوژی است که انسان رو متعین میکنه، این تکنولوژی است که ما رو در نهایت میسازه. ما در برابر تکنولوژی بی‌دفاعیم، ما در برابر تکنولوژی کاری نمیتونیم بکنیم. تکنولوژی میاد و همه شؤون و اطوار زندگی ما رو در بر میگیره. این میشه جبرانگاری تکنولوژیک. رویکرد دوم در واقع جبرانگاری اجتماعی است، جبرانگاری انسانی است. این برعکس اونجاست. میگه این انسانه که تکنولوژی رو متعین میکنه. تکنولوژی ها ابزارهایی هستند که مدام ساخته میشن. بعد از اینکه ما اونها رو به میان خودمون میاریم باید فرهنگ متناسب با او رو ایجاد بکنیم. معمولا هم فرهنگ متناسب با او رو در جوامعی که قدرن ایجاد میکنن. یعنی حالا بذار ماشین بیاد، بذار آپارتمان بیاد، بذار همه ادوات تکنولوژیک بیاد، یه زمان طول میکشه که ما به هر حال به این سازگاری با تکنولوژی برسیم. این دو تا تلقی متفاوت است. تاریخ ایران هم مملو است از همین دو تلقی. یعنی کسانی بودن که قائل به جبرانگاری تکنولوژیک بودن، گفتن آقا دیگه تمام جهان پس از ماشین جهانی است که کاملا متفاوته با جهان درشتگی. و هم در دقت هم کردین دیگه ما یه رابچه به تعبیر فوکو یه گسست تاریخی داریم. معمولا بخش با وجود به قول ریکور اومده بود ایران سخنرانی میکرد راجع به خاطره و تاریخ فراموشی، میگفت ما هم مثل شما تاریخ طولانی داریم ما فرانسوی‌ها، ولی جالبه که خیلی از تاریخمون خبر نداریم. یعنی الان من که دعوت میشم بیا تاریخ نورولوژی رو بگو یا تاریخ قلب و عروق رو برای فلان انجمن قلب و عروق بگو، عملا میبینم که اساتید برجسته‌مون از 70 سال قبل هم خبر ندارن، فقط استادای خودشونو میشناسن، استاداشون، استادای خودشونو دیگه نمیشناسن. یعنی انگار که این حضور تکنولوژیک تاریخ ما رو دچار گسست کرده. و خب میدونید که اولین مدرسه بزرگ ما هم مدرسه دارالفنون اصلا با نیاز و تقاضای تکنولوژی ایجاد شد. اسمشو گذاشتیم دارالفنون. دارالفنون میدونید چرا ایجاد شد؟ به خاطر این بود که ما پیش از قاجار به خصوص در دوران زندیه وقتی می جنگیدیم می رفتیم تا هند و می گرفتیم، اما در دوران قاجار وقتی می جنگیدیم با شمشیر و وسایل ابتدایی از اون ور روسا 2 تا توپ می زدن و 4 تا تفنگ می زدن، نصف ایران رو می گرفتن. بعد می گفتیم آقا دیگه جلوتر نیا، عهدنامه ترکمانچای و عهدنامه گلستان این آقا بسته دیگه، نصف مملکت هم میدادیم. فکر کردن که مشکل کجاست؟ گفتن تکنولوژی. ما اساس نظامی عقبیم، بریم توپ برداریم بیاریم. اصلا ترین میدون شهر هم کردیم میدون توپخونه، دعا هم میکردیم برای توپا بر منابر. اصلا ترین میدون شهر هم شد میدون توپخونه. حالا این وسط هم شما مواجهید با ساخت یه مدرسه که تکنولوژی های نظامی رو آورد. 3 تا شعبه داشت، پیاده نظام و سوار نظام و توپخانه. بعد گفتن حالا ما در کنار اینا پزشکی هم میخوایم، راهسازی هم میخوایم، داروسازی هم میخوایم. یه ذره اومدیم جلوتر گفتن این سیستم نظامی مارش هم میخواد، موسیقی هم آوردیم و به هر حال دارالفنون تشکیل شد.
بعدن که یه ذره رفتیم جلوتر، حدود 100 سال بعد، 100 خورده سال بعد پلی‌تکنیک هم ساختیم و دوباره انقلاب شد و دیدیم پلی‌تکنیک اسم خارجیه. پلی‌تکنیک رو اسمش عوض کردیم به امیرکبیر. چرا؟ چون امیرکبیر بود که اون دارالفنون ساخته بود، دانشگاه پلی‌تکنیک. خب یعنی انگار که یه قصه درازی ما با تکنولوژی داریم، یا جو زده میشیم در برابر تکنولوژی، ساینس بامبر، در برابر پیشرفت علم و بعد پیشرفت تکنولوژی. یادمه من دانشجو پزشکی بودم، متخصص داخلی داشتیم، استادمون بود، میخندید، میگفتش که شما الان انترنید، فارغ التحصیل که بشید، این دی ان ای که همه رمزهاش گشوده شده عملاً جای دیگه برای تبابت شما نمیذاره ببینید. تبابت تمامه. ایشون هنوزم استادی که پیشکسوت است. و ما میگفتیم وای دیگه تمام شد، دی ان ای پیدا شده. سالها گذشت، دیگه به میانسالی رسیدیم در تبابت، دیدیم یه ویروس از خانواده سرماخوردگی اومد دخل جهان رو در برد. یعنی اینو اسمشو گذاشتن ساینس واندرینگ. بعد تو فلسفه پزشکی و در فلسفه علم اصطلاحی اومد به اسم ساینتیفیک هیومیلیتی، تواضع علمی. حتی برای پزشکی یک مقاله خیلی درخشان نوشتن در مجله مدیسین هلسکر و فلسفی به اسم جنتل مدیسین. پزشکی مثل جنتلمن، پزشکی که آداب دانه، میدونه کجا چقدر شگفت‌آوری و جوزدگی اعلام بکنه. خب این بحث مهمیه. به هر حال ما چه در علم چه در تکنولوژی با این قصه مواجهیم. پس عرض کردم 2 تا رویکرد وجود، هر دو رویکرد از منظر فیلسوفان تکنولوژی که من با اونا همدلم، مثل دان آید، وربیک و کسانی که الان شاخصن و احتمالاً اسمای اینا رو شنیدید، هر دو رویکردهای ناقصی هست. چه اونایی که فکر میکنن تکنولوژی یه ابزاره، ما رو کمک میکنه تو زندگی، میاد ما بعداً میایم و بالاخره اخلاقش و فرهنگش و فلسفهش و اینا رو میسازیم. چه اونایی که میگن دستا بالا، تکنولوژی آمد و جهان رو عوض کرد. ما در ایران یه تلقی ساده انگارانه تکنولوژیک هم داریم. مثالهای قدیمی شما تو مجلات دهه 50 و 40 و اینا این مثال زیاد میشتن، میگن تکنولوژی مثل چاقو میمونه، میتونی باش میوه پوست بکنی، میتونی شکر مردم بدری. حالا باید خودت انتخاب کنی که باش میوه پوست بکنی یا شکر مردم بدری. خب یعنی اون ور قصه هم این است که کاملا تکنولوژی ولیو لیدن، بی ارزشه، از ارزش توهیه. این ماییم که به ارزش، این هم اشتباهه. به نظر میاد فیلسوفان تکنولوژی میخوان ماجرا رو دیگر کنن. خب یک فیلسوفی داشتیم به اسم جرمی بنتام. این رو پایه‌گذار فایده‌گرایی میدونن در اخلاق و در فلسفه. فایده‌گرایان رو میشناسید دیگه، جرمی بنتام، بعد جان استوارت میل و فایده‌گرایان معاصری که اینا معتقدن که کار خوب کاریه که فایده بیشتری داشته باشه، برعکس کسانی مثل کانت که معتقدن کار خوب کاریست که خوب باشه، فایده تعیین کننده خوب بودن نیست. وظایف از قبل معلومه، راست بگو ولو افلاک در هم بپاشد. این که شما بگی الان راست بگم ضرر زیادی به جامعه زدن، نه، این دلیل بر این نمیشه که مجاز بشی برای اینکه دروغ بگی. ولی فایده‌گرایان ایدهشون بر این بود که کار خوب کاریه که فایده بیشتر داشته باشه، سود بیشتر داشته باشه. کلی هم در جهان جدید اینا رد پا و اثر گذاشتن دیگه. بیشترین سود برای بیشترین افراد، مثلا یکی از چیزایی که ما تو حوزه سلامت خیلی، اصلا اخلاق پزشکی و اخلاق نمیدونم همه این بحث‌های اخلاقی که می‌بینید، بایوئتیکس و اخلاق زیستی و اینا هم مبتنی بر اخلاق کاربردی است. جرمی بنتام که 1832 هم فوت کرد و یک فیلسوف قدر قرن 19 و 18 بود، برادری داشت به اسم ساموئل که در روسیه زندگی میکرد و اینا با هم دوست بودن، زیاد ارتباط داشتن، نامه‌نگاری میکردن، ایده هاشون رو با هم شیر میکردن. یه روز بنتام انگلیسی رفت به روسیه و املاک برادر رو دید و دید که این کنترل کارخونه هاش هم دید کنترل کارخونه هاش خیلی جالبه. ایده ای از سیستم کنترل کارخونه های
برادر گرفت و اومد با ایده های خودش که ایده های فلسفی هم بود یه زندان ساخت. بنتام یه ایده بنیادین فلسفی داشت، میگفت مجازات شر مطلقه، هر گونه مجازات شر انگاری ذاتی مجازات. به همین دلیل ما نباید به سمت مجازات بریم، ما باید به سمت مراقبت و تربیت بریم. یه زندانی درست کرد که در این زندان بتونه زندانی‌ها رو تحت کنترل قرار بده، بدون اینکه به سیاق قدیم که هر زندانی یکی دو تا زندانبان داشت، حرفم میزد کتک میخورد یا مجرمین رو میگرفتن حسابی آتش میزده. در واقع تو مکتب آنال هست دیگه، دوستان که مکتب آنال رو، مکتب تاریخ نگاری آنال مکتب خیلی مهمی که اصلا مدل تاریخ نگاری رو عوض کرد از 1920. مارک بلوخ کتابی داره که چطور آدم‌ها وقتی مجازات می‌شدن می‌آوردن در میدان مرکزی شهر، اینا رو می‌سوزوندن برای اینکه بقیه ادب بشن. اون سیستم رو عوض کرد و یه مدلی ساخت که بعداً اسمش رو گذاشتن پان اپتیکان، یعنی سراسربین. هر کدوم از اون اتاقای یه زندانی بود و اون استوانه وسط هم زندانبان‌ها قرار داشتن. میگن ایده ایندیویدوالیسم و فردگرایی از این گرفته شد. زندانی ها هر کدوم در یک اتاق بودن، متفرد و تنها یکان. زندانبان ها همون وسط بودن. زندانی ها زندانبان ها رو نمیدیدن ولی فکر میکردن هر لحظه ممکنه اونا به اینا نگاه کنن. زندانبان ها هم هر لحظه میتونستن با تعداد کم فایده‌گرایی، یعنی حداقل هزینه رو بکن بیشترین فایده رو ببر. 5-6 تا بیشتر اونجا جا نمیگیره زندانبان، ولی تعداد زیادی شما زندانی داری. تکنولوژی و معماری طوری ساخته شده که میتونی همه افراد رو ببینی و در بر بگیری. این ایده فایده‌گرایی بود. یعنی فایده‌گرایی فکر کرد برای اون ایده های اخلاقی خودش باید بره سراغ معماری. این جزو اولین جاهایی بود که تو دنیا تکنولوژی به کار فایده‌گرایی آمد. این زندان خیلی جالبه که بعداً به بیمارستان ها الگوی معماریش تسری داده شد. خیلی از بیمارستان ها اون وسط پرستارا میشستن و بیمارو. به مدارس تسری داده شد. معلمان مدارس اون وسط میشستن از پنجره ها. من خودم توی یکی از این مدارس در تهران دبیرستان رو گذروندم. یه پنجره هایی بود، معلم ها ما رو میدیدن، ما معلم ها رو نمیدیدیم. شیشه ها یه طوری بود که نور میخورد توش و ما نمیدیدیم. بین دو کلاس صدا میکرد که نمازی چرا اون گوشه حیاط داشتی این کار رو میکردی؟ این از کجا دید؟ یک لحظه من مثلا یه شوخی با دوستم کردم و این اتفاق. این هنوزم هست، هنوزم در تهران بیمارستان، در ایران بیمارستان ها و مدارسی است که با این الگو ساخته شده. خب این شروع ساخت یک جامعه انضباطی بود به تعبیر میشل فوکو. جامعه انضباطی با الگوی پاناپتیکون ساخته شد. بعداً این ایده که گروهی اندک همه رو ببینن و با حداقل مجازات همه رو مراقبت و البته کنترل بکنن اسمش شد دیسیپلینری سوسایتی، جامعه انضباطی. یه ذره اومدیم جلوتر، جامعه انضباطی رسید به الگویی که دلوز میداد. اینا خوبه ولی باید در کنارش سافت اسکیلز و آموزش های نرم و اینا رو هم داشته باشی. و هم در کارخونه ها علاوه بر اینکه این معماری رو داشتن، کلاس های همدلی و مهارت های نرم و گفتگو و اینا هم باب کردن. یه ذره اوضاع اومد جلوتر. و سومین مرحله است که چولهان میگه. دیدم چولهان رو گفتن بزرگترین فیلسوف قرن میخوان بشناسون. البته اینا اعتباری بزرگترین و بهترین و اولین و برترین اینا تو عالم نظر نداریم، ولی دیدم که مدیا میخواست کسان که تعیین میکنن. چولهان گفت از یه جایی به بعد به جای اینکه ما از این سیستم استفاده کنیم، خود ابزارهای تکنولوژی میتونن مثل تلفن‌های همراه و چیزهای دیگه خودت رو کنترلگر خودت بکنن. یه شلاق میدن دستت، مدام بهت میزنن، همه پیشرفت کردن تو عقب افتادی، همه جلو رفتن تو موندی، همه مهاجرت کردن تو مهاجرت نکردی. به جای اینکه اون زندانبانای اون وسط اون کارو بکنن و تو رو کنترل بکنن، خودتی که خودت رو بردی توی achievement subject در یک
سوژه دستاوردساز. جامعه اصلا میشه اچیومنت سوسایتی. این جزء اولین چیزاییه که شما میبینید تکنولوژی میاد و واقعا یه تحول وجودی ایجاد میکنه برای بشر. یه سری میریم جلوتر، یعنی خیلی میریم جلوتر. 2018 خانم لیزا نلسون کتابی نوشت به اسم سوشال مدیا اند مورالیتی. در اون کتاب سوشال مدیا اند مورالیتی که موارد بسیاری رو از نسبت اخلاق و تکنولوژی مطرح میکنه، ایده ای رو راجع به زمان مطرح کرد. گفت که تکنولوژی اگر بخوایم تحولات وجودیش رو خوب بشناسیم، باید نقشی که تکنولوژی زمان داشته رو بازشناسی بکنیم. یه موقعی ساعت‌های شنی بودن، جهان آرام و بدون دغدغه و بدون رقابت، بدون مسابقه. ساعت‌های شنی ضرب آهنگ روزگار باشون کن بود. رفتیم جلوتر، ساعت‌های عقربه‌ای اومد. هر کسی ساعت عقربه‌ای نداشت. یه دونه ملکه ویکتوریا اهدا کرد به ناصرالدین شاه، ما هم گذاشتیم بالای شمس العماره. 70 سالم خراب بود، دوباره راه افتاد. و مردم به هر حال اگر قبلا زمان براشون صدای اذان بود، برای کارهای اداری و بوروکراتیک و قرار گذاشتن و 9 صبح جلسه داشته باش و 10 صبح بیا اونجا، یا مثلا بتونیم با هم تعامل اجتماعی بکنیم، رابطه انسانی به معنای بوروکراتیکش شکل بگیره، نیازمند به ساعت عقربه‌ای شدن. و این ساعت‌های عقربه‌ای حتی برای اون جاهایی که متولیان ساعت بودن، یعنی مساجد، اذان میدادن. در اونجا هم آمد و جز اولین جایی بود که اونجا آمد. یکی از اولین ساعت‌های ایران مسجد مشیر سلطنه است. ساعت مسجد مشیر سلطنه است که الان ببینید همچنان هست، یعنی آمیختگی اذان با ساعت. و ساعت در شهرهای بزرگ میدان ساعت شهر، اکثر شهرهای ما میدان ساعت دارن. از تبریز بگیرید، یزد بگیرید، بابل بگیرید، رشت بگیرید، اینا همه میدان ساعت دارن. و ما رو منظم کرد، بوروکراسی رو میان آورد این ساعت ها. حتی یه موقعی در سال 50 وقتی داشتن کتابخونه مرکزی دانشگاه تهران می ساختن، دیدن کل دانشگاه تهران ساعت نداره دیگه. اون موقع همه ساعت مچی داشتن، اما گفتن یه ساعتی باشه که یونیفرم باشه، همه با اون تنظیم کنن. بر دیوار کتابخونه مرکزی دانشگاه تهران یه ساعت زدن. بعد اومدیم رسیدیم به ساعت‌های دیجیتال. مفهوم مسابقه و رقابت عوض کرد. المپیک اصلا قبل و بعد ساعت دیجیتال عوض شد و ماجرای دیگر پیدا کرد. و بعد رسیدیم به سوشال مدیا که خانم لیزا نلسون میگه تو سوشال مدیا زمان دوباره از دست رفت. ما دیگه چیزی به اسم زمان نداریم. اگر در گذشته شما میدیدید که کسی از فرنگ با ما تماس میگیره، ما با خوشحالی ازش میپرسیم شب ماست، صبح شماست؟ میگم آره صبح. چه جالب. دوباره سوال میکردیم ازش که الان خواب که نبودین، ساعت چنده؟ الان دیگه از این خبرها نیست. به تعبیر نلسون شما اصلا براتون مهم نیست زمان، صبح، ظهر، تو تلگرام پیامتون میدید. زمان دیگه از دست رفته. و اون کتاب رایحه زمان چولهان رو بخونید. واقعا چولهان هر کس تو نوروساینس کار میکنه و تو فلسفه تکنولوژی کار میکنه باید خوب بخونه. اون کتاب رایحه زمانش که چطور این ما نیستیم که زمان رو از دست میدیم، این زمانه که داره ما رو از دست میده و این تحمل خیلی مهمی است. خب پست فنومنولوژی ایده‌ای بود که دان هایت که دی پارسال هم در 90 سالگی درگذشت برای اولین بار مطرح کرد. دان هایت گفت ما نسبتمون با تکنولوژی نه نسبت جبرانگارانه از اون بره، نه نسبت جبرانگارانه از این بره. یعنی نه ما به جبرانگاری اجتماعی قائلیم که ما میتونیم تکنولوژی رو عوض کنیم، فرهنگ خودمون رو بهش تزریق کنیم، نه مخور تکنولوژی، بلکه یه نسبتی بین تکنولوژی و انسان وجود داره و تکنولوژی ماهیت نداره. دنبال تعریف تکنولوژی نباشید، تکنولوژی رو تعریف نکنید. اولا این
انگاره غلط رو هم من بگم، حالا دوستان مجال نقدم دارم. یه انگاره غلطی ما ایرانی‌ها داریم، ما میگیم علم مقدم است بر تکنولوژی. اصلا اینطوری نیست. تکنولوژی بسیار بسیار قدیمی تر است از علم. تکنولوژی رو ابزار فرض میکنیم. تکنولوژی فقط ابزار نیست. ابزار در تکنولوژی خیلی مهمه، اما تکنولوژی فقط ابزار نیست. دو، فکر میکنیم تکنولوژی علم کاربردیه. کی گفته؟ حتی میدونید که دانایت معتقد بود تکنولوژی علم کاربردی نیست، بلکه علم تکنولوژی نظری است. یه بار دیگه میگم، تکنولوژی علم کاربردی نیست، که در بهترین حالت وقتی ما تو دپارتمان‌های تکنولوژیمون میشنویم میگن بالاخره علم اومد و رشد کرد و اینا، بعد شد تکنولوژی، الان ما داریم از اونها استفاده میکنیم. نه، تکنولوژی علم کاربردی نیست، علم تکنولوژی نظری. و قرنها و سالها تکنولوژی در دنیا وجود داشته. چرا بهش توجه نکردیم؟ این یه پرسش. انقدر بدیهی بوده که بهش توجه نکردیم. فیلسوفان به جای اینکه به عمل توجه کنن، فیلسوفان همه به نظر توجه کردن، در قالب نظر رفتن فیلسوفان. هیچ کس به عمل اونطور که باید توجه نکرد. به همین دلیل فلسفه عمل خیلی جدیده. و جالبتر از اون، فیلسوفان علم معمولا همدلن با علم. فیلسوفان علم معمولا شیفتگان علمن. الان البته نه، انقدر ما توی این دانشمندان جوزدگی دیدیم که فیلسوفان علم هی میخوان ترمز رو بکشن، بگن آقا ببین ما الان متوجه شدیم پی ولیو دیگه 500 معنا نداره. یعنی باید یکی بیاد مقاله بنویسه، رئیس مثلا دپارتمان اپیدمیولوژی استنفورد یوانیدس بگه آقا کی گفته 500؟ ببین چی داره میره زیر سوال. کی گفته پی ولیو 500؟ سر کرونا این 500 پدر ما رو در آورد. مقاله نوشتن آقا بکنیمش 5000. بعد دیدم 5000 هم یه گرفتاری دیگه به ما میده. 5000 هم کاذبا رو زیاد میکنه. یعنی فیلسوفان علم الان متوجه شدن که آره گاهی وقتا باید یه نیشایی بزنن، وگرنه اون مسیر همینجوری خودش جلو میره. بحران تکرارپذیری یعنی مطالعات رو تکرار میکنی، همون نتیجه بر نمیگرده. این حرف ما که نشستیم در فرنیچر و مبل فلسفه نیست. میدونی یه سری فیلسوف مبلی داریم میشینن واسه خودشون حرف میزنن، بهش میگن فیلسوفان مبلی. نه، این قصه خود اپیدمیولوژیست هست، فیلسوفی و اپیدمیولوژی، که آقا اصلا این مطالعات پژوهشی که دوستان ما در روانپزشکی و سایر حوزه‌های میکنن، میگن ببینید این کشف شد جدید، انسان این اراده اینه، تکرارش کنی خیلی از جوابش جور دیگه برمیگرده. بحران تکرارپذیری، ریپلیکیشن کرایسیس، مهمترین موضوع فلسفه علمه. نیچر یک مطالعه مفصلی کرد، 93% دانشمندان گفتن که این مهمترین موضوع فلسفه علمه. خب یعنی فیلسوفان علم هم امروز رفتن یه ذره دارن انگولک میکنن این دانشمندان. ولی فلسفه تکنولوژی از اون اولش که شکل گرفت منتقد تکنولوژی بود. چون احساس میکرد فکر نکرد، یعنی نااندیشیدگی در تکنولوژی وجود داره. ما تکنولوژی بدیهی گرفتیم اصلا ناندیشیدیم راجبش، همجوری ابزار اومده. یه جاهایی البته ما یه رابطه هایی در تاریخ ایران، چون من فکر میکنم بحث باید همیشه خیس بخوره تو تاریخ. وقتی من دارم در ایران صحبت میکنم بحث باید خیس بخوره تو تاریخ ایران. یادم یه جایی رفته بودم درس میخوندم، یه استادی داشتم بهش گفتم که ما تو ایران گالامر میخونیم، هایدگر میخونیم، اینا رو میخونیم. گفت برای کی میخونیم؟ چند نفر آدم داری اینا رو میخونیم؟ گفتم که حالا 4 نفر 10 نفر 20 نفر دور هم جمع میشه. گفت خود یه ایده‌ای تو داری مثلا راجع به ایران، تحلیلی به من بدی، تکنولوژی در ایران، فلسفه در ایران، فلان در ایران. گفتم که نه اصلا فکر نکردم راجبش که مثلا بیام و به این میخوام بگم یکی دو جا در تاریخ ایران ما این هیومن تکنولوژی ریلیشن که الان براتون میگم و برقرار کردیم. یعنی یه نگاه انتقادی به تکنولوژی کردیم و یه رابطه باش ساختیم. به اون میگیم سیستم اجتماعی تکنیکی.
نه تکنولوژی رو به مثابه ابزار میبینیم، نه تکنولوژی رو به مثابه کاربست علم میبینیم، بلکه تکنولوژی رو به مثابه یه سیستم اجتماعی، مثل ماشین پیکان. ماشین پیکان با ما رابطه چی برقرار کرد؟ یه سیستم اجتماعی تکنیکی ساختیم باش، مثل بعضی از این بیمارستانامون، بیمارستان قدیمی. چرا ماشین پیکان این کار کرد ولی پراید هیچ وقت باش رابطه انتقادی و سیستم اجتماعی تکنیکی نساختیم؟ پراید هنوزم که هنوزه انگاره اون یه حلبیه که عامل قتله، قاتل حلبی. ولی پیکان چی بود؟ پیکان خونه بود انگار، یه پنجره 8 کوچولو داشت، اونو باز میکردیم سیگار میتکوندن که این باد نزنه بیاد خاکستر سیگار همه اهل ماشین رو اذیت بکنه. یه داشبورد چوبی داشت، سرفرمون داشت، این سیستم اجتماعی تکنیکی ساخت. لوگوش پیکان بود. تازه از این مهمتر انقدر سیستم اجتماعی تکنیکیمون جالب بود که آهنگ تولد مبارک در سالگرد پیکان برای پیکان ساخته شد، ولی ما الان داریم 50 سال ازش استفاده میکنیم توی تولدامون. اصلا برای تکنولوژی ساخته شد این آهنگ، برای یک وسیله ساخته شد، برای ابزار ساخته شد. سرچ کنید توی اینترنت میبینید که یه پیکان اون وسطه، یه دونه کیک هم گذاشتن، این آهنگ هم برای اولین بار روحانی داره میزنه. این نخستین بار برای این درست شد. خب بریم ببینیم چی میگه دان آید. اولا یادتون باشه وقتی میگیم ریلیشنشیپ، یه تفاوتی ریلیشنشیپ با کامیونیکیشن داره. ما معمولا این دوتا رو جای هم به کار میبریم. ریلیشنشیپ یه منظر کلان نظری فلسفی عامه. یه مثال ساده من بزنم، این که من دانشجو که بودم اومدم میدون انقلاب میخواستم برم شهرک غرب، بعد دیدم یه دونه اونجا مینیبوس وایستاده، اون موقع ون نبود، یه مینیبوس وایستاده صدا میکنه یه نفر شهرک. خب شهرک غرب بود دیگه. سوار شدم و یه روزنامه هم داشتم، این روزنامه ورزشی بود، اینو هم باز کردم، پرده های قرمز خیلی سختی هم داشت بسته میشد، اونا رو هم بستم و شروع کردم روزنامه خوندن. رسیدم به مقصد، گفت آخرش پیاده شدم دیدم اوه اینجا میدون شهرک اکباتانه. گفتم آقا شما گفتی یه نفر شهرک، من اینجاست گفتم شهرکه. گفتم عزیزم اکباتان رو میگن اکباتان، شهرک غرب رو میگن شهرک، کسی به اکباتان نمیگه شهرک. گفت چرا؟ شهرک اکباتان. یه گفتگو شد، پولش رو دادم، پیاده شدم، دوباره سوار شد. یه کامیونیکیشنه. روزنامه‌ای که داری میخونی چجوری باز کنی، نره توی حریم نفر بعدی، پنجره رو باز نکنی باد نخوره، گفتگویی که میکنی با دعوا و تنش و گلاویزی اینا نباشه. یه ریلیشنشیپ، از اون اول ریلیشنشیپ من غلط بود، بعد اینجا میرفتم اونجا رفتم، یه نسبتمندیه. دان آید میاد میگه 4 تا نسبت بین انسان و تکنولوژی وجود داره. نسبت اول ایمبادیمنت ریلیشن، نسبت بدنمنده. این عینکی که من الان به چشمم زدم نسبت بدنمند. بازم فکر نکنید این یه دیوایس، این یه ابزاره ها. داناید اینو نقد میکنه، این که ابزار نیست. تکنولوژی تعریف نداره، تکنولوژی نسبی به معنای نسبتی، در نسبت معین میشه. همون حرف که هایدگر میزد، یه شیئی روبروی منه، تا زمانی که روبروی منه شیئه. این که تو دست من قرار میگیره، ردی تو هند میشه، تازه میشه چی؟ میشه تکنولوژی. این که به دست من قرار میگیره، یه رابطه‌ای با من برقرار میکنه، فرادست. شما تعداد زیادی توی خونه هاتون کاسه دارید که توی ویترین اتاق پذیراییه، اینا شیئه. اما اگه یه مادری بگذره از این کاسه ها که از نسلی به نسل دیگر همطوری در جریانه و بگه اون 4 تا کاسه رو بیارید امروز میخوام تو اون سوپ بخوریم، این دیگه شده ردی تو هند. ردی تو هنداست که با ما نسبت برقرار میکنه. به همین دلیل تکنولوژی از جنس نسبته، نه از جنس ماهیت. ماهیت اگه بخوای براش قائل بشی، به تعبیر دان‌ها اصلا کانترپروداکتیو شیء میشه. به زمانی تکنولوژی که با من نسبت برقرار، این بادیمنت ریلیشن، نسبتی که من با عینک برقرار کردم. تاریخش هم خیلی جالبه. اولش که عینک اومد در ایران مردم فرار میکردن از عینکی‌ها. الان این همه عینکی داریم که خیلی هم جذاب و زیبا.
خب ولی اولش فرار میکردن ازشون در زمان صفویه و بعد قاجار عینک اومد. جالب عینک انقدر لوکس و جذاب و حالت مد پیدا کرد، سمعک اینجوری نشده با وجود اینکه گوشواره قدیمی تر بود از ابزارهای روی صورت. گوشواره قدیمی تر از اون بود، اونم عینه، اونم سمعه، اون سمعکه، اونم عینکه، اینم بیماری کاهش شنواییه، اونم کاهش بیناییه. حالا اون مال سالمندیه، این مال جووناست. کلی مطلب سرش نوشته شده. خود دان هاید هم بحثای جالبی راجع به این میکنه. خب این بادیمنت ریلیشن، استنتی که تو قلبمونه، به فربریک میگه اینو با یه اصطلاح دیگه بذاریم براش. استنتی که تو قلب میذاریم، همین اسمارت واچایی که به دستمون میبندیم، تکنولوژیایی که وسایلی که ما رو ترک میکنه، سلامتی ما رو مدام دنبال میکنه، اینا این بادیمنت ریلیشن، یعنی تکنولوژی جزئی از بدن ماست. یه نسبته. نسبت دوم بک‌گراند ریلیشن. بک‌گراند ریلیشن یعنی اون جایی که تکنولوژی مثل نفس شده برای ما. مثلا اینکه الان اگه برقا بره عملا دیگه ممکنه تعطیل شه جلسه. خیلی مثل زمینه زندگی ماست. من توی برج قدیمی زندگی می‌کنم، اولین برج تهران، نسبتا فرسوده از زیر ساخت داشت، طبقه 21. یه روز برقا رفت، شارژ گوشی منم تموم شده بود. برقا که میره تلفن معمولی هم قطع میشه. در این حال این سیستم پمپ آب که به 20 طبقه 21 برسونه اونم قطع شده بود. آسانسور هم برق اضطراری استثناءً این دفعه قطع شده بود. یعنی از اون میگرفت اینو بعد شارژ میکردن و من مونده بودم و گاز داشتم فقط که حالا با این گاز چی کار میشد کرد. یعنی بک‌گراند ریلیشن. سومی چیه؟ هرمنوتیک ریلیشن. تکنولوژیایی که جهان برای ما تفسیر میکنه. CT، MRI، اینا همه تکنولوژی‌های تفسیرگره. ویز، اینا همه برای ما جهان رو تفسیر میکنه. تکنولوژی‌های تفسیرگره، هرمنوتیک، راهنماست. و آلتریتی ریلیشن، تکنولوژیایی که غریبه است با ما. ترانسفورماتور، یادتونه یک دو نشون میداد چقدر میترسیدیم ازش، غریبه بود. الان هوش مصنوعی هنوز دو دلیم، مثلا سینگولاریتی میرسه، ما رو در بر میگیره، نمیگیره، دوست داریم یه جور نشونش بدیم که الان عصای دستمونه، بعد میگیم آیا پزشکی توسط هوش مصنوعی تمام میشه، مثل همون استاده که میگفت DNA بیاد تموم میشه، بعد میگیم نه، بعد میشینیم استعاره خوب درست میکنیم، خیلی هم قشنگه که نه، هوش مصنوعی جای پزشکی رو نمیگیره، اما پزشکایی که هوش مصنوعی بلدن جای پزشکایی که هوش مصنوعی بلد نیستن رو میگیرن. خب اینا آلتریتی ریلیشنه و خیلی هم مهمه. خب آلتریتی ریلیشن. البته آلتریتی ریلیشن همونطور که فرمودن، آلتریتی ریلیشن به تدریج میاد چی میشه؟ به تدریج میاد جزء بک‌گراندهای ما قرار میگیره. یعنی همون قصه که خانم دکتر فهموندن چیزای لوکس بعدن میاد، اینا عادی میشه. خب اینا این نسبته. حالا خیلی جالبه که دان هاید یه ایده های عجیب هم داره راجع به این سیل. مثلا میگه که این هم جالب بدونید، میگه اصلا این سیستم مدیترانه و کشورهای پیامبرخیز و اینا تکنولوژی‌های وایس براشون. یه کتاب داره خیلی درخشان، ما با یکی از دوستامون داریم ترجمه می‌کنیم، لیسنینگ اند وایس مال دان هاید. میگه این کشورهای اینوری اینا بیشتر رو وایس، تکنولوژی وایس، صدا خیلی براشون مهم بوده. آتن چی براش مهم بوده؟ تجسمی، بصری، تصویری. خب و به غلبه فرهنگ غرب بر شرق از مسیر غلبه تکنولوژی بصری بر تکنولوژی وایس بوده. و میگه اگه این ادیان میخوان رونق پیدا کنن برن رو تکنولوژی وایس سرمایه گذاری. خیلی جالبه، میگم مال از دهه 70 میلادیه. حالا من اینو توی پزشکی خیلی جالبه برام. ما دانشجوی پزشکی بودیم، بر گردن همه دانشجوهای پزشکی یه گوشی بود، گوشی لیتمن بود و اینا راه میرفتن. اساتید که همه کلی زور میزدیم، سوفل بشنو، صدای نمیدونم یک و صدای دو. آدیتاری ایمیجینیشن، تخیل شنیداریمون خیلی باید برای یه پزشک خوب
شدن قوی می بود. الان شما برید مرکز قلب، من هر هفته میرم، برید مرکز قلب ببینید گردن یه نفر، شاید یه دونه از این قدیمی ها گوشی گردنش، دیگه کسی گوشی گردنش نیست. یعنی تکنولوژی وایس به تدریج، تکنولوژی شنیداری به تدریج ضعیف و ضعیفتر شده و رسیده به تکنولوژی بصری. اینا همه بحثاش که حالا امروز دوباره دارن از تکنولوژی وایس، اینا بحثای فلسفی پشتشه. کلاب هاوس چی بود؟ دیدن آقا این سیستم شنیداری ما خیلی ضعیف شده. رادیو خودش یکی از مظاهر تخیل شنیداری و تقویت تخیل شنیداری بود که تقریبا از دست رفت. الان با کلاب هاوس سعی کردن اینو برگردونن. خب یکی از اون فیلسوفای جبرانگار تکنولوژیک پستمن بود. دان هایت منتقد این بود و اینو نقد میکرد. فقط اینو گذاشتم برای اینکه بدونید ماجرا از اون منظر چجوری، از اونایی که میگن تکنولوژی میاد و در بر میگیره و ما رو راه گریز و گزیری نیست. پستمن یک کتاب داره به اسم تکنوپولی، کتاب خیلی مهمیه. میگه 3 مرحله ما در تکنولوژی داشتیم. مرحله اول تول یوزینگ، مرحله بودی که از ابزارها استفاده میکردیم، بعدم تمام کشورهای دنیا درشون رو باز کردن، هرچی ابزارهای تکنولوژیک بیشتر بهتر. چرا؟ چون کار ساده تر میکنه، راه بهتر میکنه، بار کمتری از دوش ما، بیشتری از دوش ما برمیداره و به دوش ما میذاره بار کمتری. دومی تکنوکراتیک بود. تکنوکراتیک یا تکنوکراسی اون جایی بود که مرحله دوم میخواد که تکنولوژیست‌ها و تکنوکرات‌ها و تکنسین-ها و فناوران و فنسالاران احساس کردن که ببین اگه میخوای تو فرهنگ کاری بکنی اول من باید تعیین کنم، اگه تو اقتصاد میخوای کاری کنی من باید با همه این سیستم‌های تکنیکی و تکنولوژیک مسیر رو برات نشون بدم. تکنوکراسی یه چیزی بود که تعیین کنندگی از سمت سیستم‌های تکنولوژیک، سیستم‌های اجتماعی تکنیکیه، ولی همچنان شما فرهنگ تو داشتی، همچنان شما اقتصاد تو داشتی، اونا یه سیطره‌ای روز به روز بیشتر می‌افکندن. و سومی که پستمن میگه و خیلی بدبینانه است، تکنوپولیه. تکنوپولی میگه بی‌دفاع شدن در برابر دیتا، آمار و تکنولوژی. دیگه گذشت اون موقعی که ما میتونستیم تصمیم بگیریم و گفتگو کنیم و مذاکره کنیم و گفتگو انتقادی داشته باشیم و اینا. الان دیگه در سیستم تکنوپولی فرهنگ وجود نداره. فرهنگ همون تکنولوژی. همه فرهنگ از روابط تکنولوژیک میاد بیرون. دیگه شما چیزی به اسم فرهنگ نمیتونی داشته باشی. گفتم این هم بد نیست. تو خود اون ارتباطات هم کتاب فرگوسن رو دیدین دیگه، برج و میدان. برج و میدان هم یه جور نه به این حد بدبینانه، به برج و میدان حتما بخونید، جزو بختیارترین و بهترین کتابی است که در این چند سال اخیر منتشر شده نوشته فرگوسن. میگه یه موقعی این جهان فرهنگش، تصمیماتش، سیاستش، اقتصادش برج بود اون بالا، الان چیه؟ میدان، شبکه است. و خب شبکه‌ای شدن علم، موزاییکی شدن دانش، موزاییکی شدن فرهنگ، موزاییکی شدن اخلاق، موزاییکی شدن همه اینا به نظر میرسه داره مسیر رو عوض میکنه. مهمترینش مفهوم یونیورسیتیه دیگه. یونیورسیتی از یونیورس میاد به معنای که جهان. عربا ترجمه کردن جامعه، ما چی ترجمه کردیم؟ دانشگاه. عیسی صدیق ترجمه کرد. خوب ترجمه ایه. البته گاه هم پسوند مکان، هم پسوند زمانه، بیشتر مکانش رو گرفتیم. یعنی وقتی میگیم میریم دانشگاه یعنی به یه مکان مشخصی که نرده داره، دم درش هم کارت میخوان از زمان. این میشه دانشگاه، محل دانشه. اون زمان دانشگاه به معنی پسوند زمانش خیلی برای ما مد نظر نیست. الان دارن میگن این موزاییکی شدنه، یعنی اون ایده فرگوسن داره یونیورسیتی رو میکنه دایورسیتی. دایورسیتی یعنی چی؟ یعنی
یک آرندی یه شرکت دارویی گاه ممکنه قوی تر باشه از آرندی یا فلان دپارتمان دانشکده داروسازی. رقبای قدری ایجاد شده که دایورسیتی های جوندار در علم داریم و نتورسیتی. الان دارن میگن دیگه اصلا ما از دایورسیتی هم داریم میرسیم به نتورسیتی و این نتورسیتی ها دیگه ایده هاییست که مثلا یه وبینار بودم من آنلاین توی دانشگاه هاروارد برگزار میشد، میگفت ما یکی از پیشبینی هامون اینه که تا 20 دیگه یا حد اکثر 2035 دیگه با چیزی به اسم PhD مواجه نباشیم. یعنی نتورسیتی عملا مفاهیمی مثل PhD و حتی خود دانشگاه و اینا رو عوض میکنه. خب کوچولو وقت دارم، یه اصطلاحی ساخته شد به اسم restless devices یا restless technology، تکنولوژی های بیقرار. تکنولوژی های بیقرار چی هست؟ تکنولوژی های گذشته قرار داشتن، 400 سال با یه تکنولوژی مشخصی آب از چاه کشیدن بیرون، بسا 1000 سال آرام آرام تو این دنیا این تکنولوژی ها کار میکنن. از یه جایی به بعد تکنولوژی ها بیقرار شدن. تلویزیون میخری، بعد راه میافتی میری جمهوری دوباره 2 هفته بعدش. همین در جمهوری تحریم شده، یعنی در خیابان جمهوری که در یک سیستم اقتصادی تحریم شده است. میبینی نگاه کن ببین چه خبره، 8K اومد و این کروش کم شد و از این ور کرو داره و از اون بالا چیه، این تکنولوژی بیقراره، همینجوری داره دعوتت میکنه بیا. پشتش هم چیه؟ اون انگاره های اسطوری پیشرفت علم داره جلو میره، 2 برابر میشه، من 20 ساعت 3 برابر میشه هر 4 روز. این حرفا هم میاد دیگه. و این تکنولوژی های بیقرار مدام تو رو در بر گرفته، مدام داره همینجوری ازت تقاضا میکنه که این تکنولوژی های بیقرار داره بخشی از جهان وجودی ما رو، بخش مهمی از جهان وجودی ما رو در بر میگیره و این مدل تقاضاهایی که برای ما ایجاد میکنه واژه‌های جدیدی هم ساخته، مثلا تکنوسفیر، سپهر تکنولوژی، مثل سفیر یعنی فضا دیگه، سپهر، اینفوسفیر، تکنوسیستم، اینفودمیک اصطلاحی بود که برای دوران پاندمی ساخته شد دیگه. گفتم بابا این بیشتر از این که پاندمی باشه اینفودمیه، اطلاعاتی که داره آوار میشه و وایرال میشه، بیش از این که خود ویروسه وایرال بشه. من یه مقاله هم نوشتم راجع به پارادوکس دیجیتالیزیشن که خیلی جالبه. اولش که ویروس اومده بود من به یکی از این بچه‌ها کوچولوهای فامیل گفتم که ببین ویروس اومده، ماسک باید بزنیم فلان کنیم مثلا. گفت مگه آدما هم ویروس میگیرن؟ ویروس که مال کامپیوتره. و انتقام گرفت انگار واقعیت از این عالم مجازی. بچه‌ها خیلی جالبه، من الان خودم به 1-2 مورد سر کار دارم. این کتابی که میدی دستشون بار اول انقدر تو این تبلت اینجوری باز کردن، صفحه کتابم میخواد اینجوری کنه باز نمیشه. اصطلاح اینفوبزیتی یعنی این که دیگه چاق داری میشی، خیلی مثل رژیم که هست، این 2 باطن و اینا، این رژیم‌های دیتا و اطلاعات که دارن خیلی دیگه داره، چون اضافه وزن داری، به اوبس شدی دیگه. اینفوبزیتی، اینفوکسیکیشن، مسمومیت با اطلاعات و مدیاکراسی. خیلی جالبه دوستان، مدیاکراسی اصطلاحی بود که اولین بار آکسفورد ساخت. برای کی؟ کجا ساخت مدیاکراسی رو؟ برای کجا ساخت؟ برای بار اول که ترامپ رئیس جمهور شد. گفتن آقا این خانم هیلاری کلینتون این ور بود، این هم این ور بود، اینا اومدن دیتاهای فیسبوک و اینا رو خریدن، مدیا رو مدیریت کردن. یعنی هر جا هیلاری کلینتون بود بالاخره این مسابقه دادگی و یا چیزی بود، این ورم که بالاخره برگر بود و رقص و شادی و فلان. این مدیاکراسی. گفتن دیگه دموکراسی نیست که مدیاکراسی. 2 هفته پیش دیدم یورونیوز مقاله منتشر کرده که آقا این نکنه الگوکراسی باشه. خانم دکتر به دقت فرمودن الگوکراسی حاکمیت الگوریتماست. الگوریتما رو یه جوری تعیین میکنی که پیرترین رئیس جمهور منتخب تاریخ آمریکا در روزی که وارد شد از بایدن هم پیشتره. خب اصلا پیریش مد نظر، بسیار هم ما جوان فرضش میکنیم.
اصلا شما فکر کنید رئیس جمهور پیر انتخاب شده برای آمریکا؟ این بازی الگوریتماست. الگوریتما رو یه طوری درست میکنی که اسمش میشه الگوکراسی و گرفتاری ما توی این قصه ها بخشش الگوکراسیه. و چون من وقتم کمه خیلی سریع ببینم چند دقیقه وقت دارم. من تقریبا وقتم تمام شده، تو 3 دقیقه تمام کنم. امید، حسادت، اضطراب، افسردگی، اینا همه آنلاین شده دوستان. اگر شما یه موقعی حسادت میکردید با پسرخاله، دخترخاله، دخترعمو، دختردایی تو فامیل، الان با لشکری دارید حسادت میکنید و لشکری دارن به شما حسادت میکنید. ندیدین اینا رو. به این میگن آنلاین جلسه، آنلاین هوپ، آنلاین دیپرشن. و از آخرم ببینید ما یه چیز داریم مثل مدیکالیزیشن، طبی سازی، که فهمش در کنار اوور دیاگنوزیس معنا میشه. پزشکی همه این بحثا، پزشکی، نورولوژی، نوروساینس، اینا همه دوست دارن گسترش پیدا کنن و روز به روز فضاهای بیشتری رو در اجتماع تصاحب کنن. بد هم نیست، یه جایش البته بده، یه جایش خوبه. پزشکی داخل خودش که گسترش پیدا میکنه بهش میگیم اوور دیاگنوزیس، بیش تشخیصی. یعنی آها وقتی نمیتونی کاری بکنی برش تشخیص میدی. انجمن اورولوژی آمریکا گفت ببین بالای 80 سال PSA چک نکن. PSA چک میکنی کانسر پروستات در میاد، بعد میخوای پروستاتکتومی کنی، عوارض پروستاتکتومی 2 سال 3 سال بعد کار اینو در میاره. آقا ولش کن، این به خودش همینجوری یه عمری خواهد داشت، 7-8 سال عمر میکنه. بی خود این کارو نکن. تشخیص داری میدی با فارماکوژنتیست و فارماکوژنومیکس و اینا که این در 60 سالگی 55% احتمال داره کنسر معده بگیره، بعد یه هلث انگزایتی، اضطراب سلامت از الان میخواید تا اون موقع براش ایجاد کنی. اوور دیاگنوزیس. بعد بشینیم البته اینا رو دونه دونه بحث کنیم. ببینید از اون ور آندر دیاگنوزیس هم خطرناکه دیگه، ولش کن بابا نمیخوام. اوور تریتمنت، بیش درمانی، اوور تستینگ، اینا اصطلاحاتی که گسترش پزشکی داخل. یادمه من این سونوگرافی دستگاه که اومده بود یه ذره از تحریم اون اول سری قبل خارج شده بودیم، رزولوشن دستگاه رو میبردیم بالا، همه کبد چپ در میومدن، گرید 1 همه گرید 1 داشتن. اون دستگاه قبلی ها اینو نمیداد، این امکانو نداشت. خب و مثالای دیگه چون وقت نیست من اینو نمیگم. مدیکالیزیشن گسترش پزشکی به حوزه عمومیه. 4 تا شاخه داره. 1 از جرم به بیماری. یه سری یه موقع معتادا مجرم بودن، الان معتادا چی هن؟ بیمارن. بچه‌ها سرتق بودن، الان بچه‌ها از 1965 به اینور چی هن؟ ADHD هن. این شد مدیکالیزیشن جرم به بیماری که خب خیلی هم بحث داره دیگه. اولین جریان مدیکالیزیشنه. حکومتگران معمولا وقتی با یه چیزی خیلی خوششون نمیاد، از یه چیزی زورشون به یه چیزی نمیرسه، چیکار میکنن؟ پزشکیش میکنن. کلینیک میخوایم بزنیم برای فلان مشکل، نمیدونم بیماریش کنیم برای فلان. این میشه چی؟ این میشه مدیکال. دومی چیه؟ everyday life، یعنی طبی سازی زندگی روزمره. شما در زندگی روزمره یه سری حوادثی داری. این حوادث عبارت است از یه ذره ممکنه دلتنگ بشی، عاشق بشی، کنکور داری، استراب داری. نه بیا همه اینا رو من برای پزشکی. عاشق شدی 2 تا فلووکسامین، 2 تا فلووکسامین عالیه. حالا میتونم من داروهای پرسونالایز هم درست کنم برای هر عاشقی. فردا یه دونه داروی مخصوص داریم، خب پرسونالایز مدیسین برای عاشق. این چیه؟ این در واقع everyday life. سومیش چیه؟ لایف پرابلمز، مشکلات زندگی. مشکلات زندگی هم برای افسردگی و اضطراب. توی everyday life ما استیجای زندگی رو هم میاریم. یعنی مثلا کودکی یه موقعی برای خودش یه دوره زندگی بود، الان کودکی چی شده؟ کلن بیماریه. یعنی کودک که به دنیا میاد تا اون موقعی که از کودکی خارج میشه پکیج بیماری. سالمندی چیه؟ کاملا یه پکیج بیماریه. یعنی اگر یه مادر بزرگی داشتی که گیسشو میبست و با عصای خودش 6 تا آرش دامادو میچرخون، الان مادر بزرگه
باید تست پوک استخوان بده، اگه میری خارج براش باید مکمل بیاری، اگه میری نمیدونم فلان جایی چک باید بکنی. بزرگترین هدیه‌ای که دیگه میتونی بهش بدی کرم ضد چروک مثلا چشم ایناست. این چیه؟ این یعنی دوره‌های مختلف. بلوغ که کاملا تراپی و درمان و فلان. این میشه چی؟ این میشه پزشکی کردن حوزه‌های مختلف زندگی. اینا رو گفتم برای اینکه برسم به اون آخرین ارز من، این هنسمه. حالا خوبه. ببین اون ستای بالایی مال بیماری بود، جریان 1 مدیکالیزیشن، 2 مدیکالیزیشن، 3. این 4میه مال بیماری نیست، مال سلامت دوستان. یعنی چی؟ حالا خوبه، میخوام خیلی خوب شم، پوستم خوبه، خیلی شفافش کن، زیبام، میخوام خیلی زیبا شم. کی بیاد کمک کنه؟ پزشکی بیاد زیبایی رو طبی کنه، پزشکی بیاد حافظه رو طبی کنه. کنکور میخوام بدم، پزشکی بیاد. این که خودش عامل هلس انگزایتی و اضطراب سلامت و ایناست، امروز داره به واسطه تکنولوژی صورت میگیره و تکنولوژیان که اومدن این انهانسمنت رو ایجاد کردن برای ما. تکنولوژی که اینو کرده extended mind، بخش دیگه ای از ذهن منه. good forms of medicalization و bad form of medicalization. مدل بعدش چیه؟ خوبش چیه؟ اینه که آقا آلزایمر داره طرف، این میشه extended mind، بخشی از ذهنش تو اینه. مدل بعدش چیه؟ مدل بعدش اینه که دیگه به تمامی زیبایی تبدیل میشه به یه امر پزشکی، حافظه تبدیل میشه به یه امر پزشکی. ببخشید طول کشید، از حوصله توجهتون خیلی ممنون.